رفیق صمیمی از خونم به چخ دادی. چی شده باز؟ سوار شو، یه شغل خوب برات پیدا کردم. چه شغلی؟ سوار شو تو را بهت میگم. خب حالا نگفتی چه شغلی؟ ارتباط با اجنه. داداش من از هر چی جنه میترسم. منو همین بغل پیاده کن. نمیتونی، ورقه استخدامو پر کردی. یعنی چی؟ داداش گفتن حتما باید 2 نفر باشی، اگر نه استخداممون نمیکنن. منم امضاتو جعل کردم. خدایا من چه گناهی کردم رفیق صمیمیم شده این. الان اینجا محل کارمونه. من به خدا میترسم. نگاه کن، منم میترسم، ولی اگه فسخ قرارداد کنیم میکشنمون. تو آخه با کیا قرارداد بستی؟ خودم هم نمیدونم چی بودن. یه سایت اینترنتی بود ولی پول خوبی میده. خب بذارید یکم از داستان خودم براتون بگم. اونا چندین بار با دستورالعملایی که اونا بهشون داده بودن سعی کردن که اجنه رو بیدار کنن و موفق هم شدن، ولی خودشون نمیدونن که موفق شدن. داداش دهن تو، واقعا فکر نمی‌کردم اینقدر راحت باشه. آره واقعا خیلی چیزای چرت و پرتی. حتی پولمون هم زدن. چقدر میدن؟ روزانه جمعا به هر دومون 1,500 میدن. داداش تو الان میگفتی پولش که خوبه دیگه. 1,200 من 300 تو دلقک. من قلبم اومد تو حلقم. انقدر بهم فقط میدی؟